بسم الله الرحمن الرحیم. اگر میخواهید نمازاتون قبول بشه، اگر میخواهید حوائجتون برآورده بشه و اگر میخواهید رزقتون گشایش پیدا کنه و هم و غمتون برطرف بشه، چه کار کنیم؟ زیاد برای فرج آقا جانمون امام زمان ارواحنا فدا دعا کنیم. در دعای ندبه میخوانیم واجعل صلاتنا به مقبوله. خداوند نماز ما را به وسیله امام زمان مقبول کن. میخواهید نمازتون مقبول بشه؟ خصوصا در قنوت نماز زیاد اللهم عجل لی ولیک الفرج یا دعاهای دیگر که امام صادق علیه السلام دستور دادن که در قنوت نماز شکوه کنید. اللهم انا نشکو الیک غیبت نبینا که در روایت امام صادق علیه السلام اومده و دعا برای فرج امام زمان ارواحنا فدا کنید. و ذنوبنا به مغفوره، گناهان ما به وسیله امام زمان بخشیده میشه. و دعانا به مستجابه، دعای ما به وسیله امام زمان و به واسطه امام زمان مستجاب میشه. واجعل ارزاقنا به مبسوطه، رزق و روزی ما گشایش پیدا میکنه به وسیله امام زمان. و همومنا به مکفیه، غم و اندوه افسردگی به وسیله امام زمان و با ذکر یاد امام زمان و زیاد دعا کردن برای امام زمان غم و اندوه زندگی ها برطرف میشه، آرامش و زیبایی بر زندگی حاکم میشه. در پناه امام زمان موفق باشید.